قبلا چه راجع به این تنظیمات بهتون گفته بودم. خب حالا قراره داخل ماینکرافت یه چیزی رو امتحان کنیم. چند تا یوتیوبر امتحان کردن، میخوایم ببینیم که واقعیه یا نه. من امتحان کردم، میخوام به شما هم یاد بدم. 2 یوتیوبر، یکیشون زوربیا بود و اول کسی که این کار رو امتحان کرد یه یوتیوبر ماینکرافت خارجی بود که کرکترش کره زمین بودش. خب و حالا نمیدونم اسمش چی بود، ولی بریم ببینیم واقعیه یا نه. میریم داخل این وسایلمون رو برداریم. اول از همه کله میخوایم، یه دونه شمشیر میخوایم، جزو زره میخوایم، شلوار میخوایم، فوتیم. حالا هم فقط شمشیر هم بود کافی بود. خب بعد بیام اینجا برداریم ردستون این و دیگه بلاک هم نیاز داریم، یه بلاک. خب حالا این بلاکش رو گذاشتیم، روش رو میذاریم، وسایلی که برداشتیم میکنیم پشت. خب حالا ما اینو میذاریم اینجا، اینو میذاریم اینجا، اینو میذاریم اینجا. بعد میریم اینجا، بعدش هم میریم اینجا چی رو انتخاب کنیم. این پایین اینو برمیداریم به سون کامپیوتر. نفهم چی، یه ساعت ماینکرافتی درست کنیم این شکلی. بچه واقعی بود، مجسمه حرکت میکنه. حالا اون چند تا این کار رو میکرد. من یه دونه مجسمه تک گذاشتم که شما بهتر بتونید مشاهده کنید. اگه بیشتر از این آموزش خواستین من رو دنبال کنین و اینکه یادتون نره حسن کچر رو دنبال کنین. خداحافظ.